آل علما میگن تقوا چند قسم است؟ تقوا 5 قسم است. یکی تقوای فکری هست. اولش تقوای فکری هست. دومش تقوای قلبی هست. سومش تقوای زبانی هست. چهارمش تقوای بدنی هست. پنجمش تقوای مالی هست. 6 قسم از ببخشین. و ششمش تقوای قانونی هست. ایناله هر کدام از این و هر بخش از این یک خطبه جمعه را کار دارن. مختصرش براتون میگم، مطولش انشاءالله باز در خطبه های بعدی. اولش تقوای فکری هست. تقوای فکری چی هست؟ که انسان فکر خدا از گندگی های فکری حفظ کنن. فکر خدا از میکروب های فکری حفظ کنن. بعضی کسا خدا بسیار با تقوا میگه، لکن چون تقوای فکری رو نمیفهمن، با اساس فکر از دایره اسلام برآمده است. مثلا یک قسم مردم هستن میگن ما عقلگرا هستیم. این مکتب فکری هست. این کدام مردم هستن؟ اینا میگن چیزی را که عقل ما قبول کرد حق است، عقل ما قبول نکرد باطل است. این صفت ربوبیت و حاکمیت الله را به عقل خود دادن. این کافر میشه در حاکمیت الله. الله رب العالمین است، او تعیین میکنه که چی حق است و چی باطل. این نفر با وجودی که خودم مسلمان میگه، عقل خدا العیاذ بالله از الله که برتریت میده و من میگه که معیار حق و باطل چی است؟ عقل ما هست. میگه از قرآن گپ نزن. در بعض مجلس ها شما شیشته باشین، میگه بیادر با من ملایی نکو، از قرآن گپ نزن، از حدیث گپ نزن، برای من دلیل بگو که عقل مرا قناعت بدی. اینی نفر با این گپ خود از دایره اسلام خارج میشه. باز وقتی گپ خلاص کرد، باز که سایلش کنی 30 رکعت نفل میخوانه. شیطان برش میگه که بخوان. چرا شیطان خب میفهمه که الله متعال گفته که لئن اشرکت لیحبطن عملو. وقتی که تو با الله مخلوق شریک کردی، اگر بت شریک کنه، بعضی کسا فکر میکنه که تنها کت الله بت شریک میشه. نه، بعضی کسا هست که عقل خود کت الله شریک میکنه. ایناله پیش از او سند چی هست؟ اکثرا این طبقه دانشمند و فیلسوف و فلاسفه و یا کس یا کلش دمی کفر مبتلا هستن. از ارسطو گرفته تا سقراط گرفته تا افلاطون گرفته تا مکاتب فلسفی قدیمی و مکاتب فلسفی معاصری که عقلگرا هستن، اینا حاکمیت الله را برای کی میتن؟ برای عقل خود میتن. عقل حاکم قرار میتن. حتی میگه اگر ما صفات و ذات الله را و صفات الله را و افعال الله را با عقل خود نفهمیم، ما این میاره قبول نداریم، ردش میکنن. الله میگه فعلا انه لا اله الا الله. اول لا اله الا الله را علمش داشته باش که لا اله الا الله برای تو چی میگه؟ شرایط لا اله الا الله را باید بفهمیم. از این خاطر مشکل ما چی هست که بسیاری وقتی که بحث میشه سر مسائل اعتقادی که خصوصا در عصر امروزی بسیار خطرناک است، ما بسیاری کسا را میبینیم که بیچاره باز میخیزه که دپالیت استاد میشن، نماز هم میخونه، خوب بغل کشی هم کردت میکنه، نمازی هم میخونه، خوب بیچاره تقوا هم میکنه، لکن در یک جمله خود کلمه را میگه که خودش نافهمیدن. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که بعضی اوقات از زبان انسان یک کلمه خارج میشه که به او توجه نمیکنه، جای زیر تاترین دوزخ میگردن. چرا تاترین جای دوزخ جایزه میگن؟ به خاطر که از دایره اسلام خارج میشه و پایین ترین جای دوزخ
جایی از این میشه. با چی؟ با یک کلمه کفری که از زبان از این خارج میشه. و این کلمه کفری از زبان کسی خارج میشه که تقوای فکری رو نمیفهم. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که تا اول از هر چیز که تقوای چی داشته باشیم؟ فکری داشته باشیم.